شدن نیروهای بین المللی در سال 2014 از افغانستان، پاکستان را نیز متاثر خواهد کرد. شمار از فرماندهان نیروهای شبه نظامی در شمال غرب پاکستان با ابراز این مطلب میگویند آنان از این موضوع نگرانند. آنان همچنان گفتند اگر طالبان در افغانستان پیروز شوند، آنان تلاش خواهند کرد تا دولت پاکستان را سرنگون کنند. جنرال ربانی فرمانده نیروهای شبه نظامی در شمال غربی پاکستان با رویترز گفته است اگر نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کنند و این مفهوم را به طالبان بدهند که آنها برنده شدند، این مفهوم پیروزی حاشیه افغانستان را هم تهدید خواهد کرد. جنرال ربانی میگوید که سرکوب‌های امنیتی توانسته به گروه تحریک طالبان پاکستان ضربه بزند. جنرال ربانی همچنان به حملات طیاره‌های بدون سرنشین بر شورشیان اشاره کرده گفته است که این حملات تاثیرگذار هستند، اما افراد ملکی نیز کشته میشوند که این نتیجه معکوس را سبب میشود. این در حالی است که برخی کشورهای دیگر نیز بیرون شدن نظامیان بین المللی از افغانستان را در سال 2014 نگران کننده خواندند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از افغانستان انتقاد کرده گفته است تا زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی تامین امنیت کشورشان را پیدا نکنند، خروج نیروهای بین المللی از این کشور مناسب نیست. وزیر خارجه روسیه همچنان گفته است که در کنار روسیه کشورهای آسیای میانه و چین نیز از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نگرانند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در جریان سخنرانیش در پارلمان آن کشور در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اظهار نگرانی کرده است و گفته است که این موضوع بالای امنیت منطقه تاثیر منفی خواهد گذاشت. اما برخلاف نگرانی کشورهای منطقه، رئیس جمهور کرزی چند روز پیش خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را برای حاکمیت ملی کشور مهم خواند. نیروهای امنیتی افغان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی در سال 2014 از افغانستان می توانند امنیت را تأمین کنند. مسئولان امنیتی افغان در مراسم تقدیر سربازانی که توانستند در حملات اخیر شورشیان کابل و شمار از ولایت شورشیان را سرکوب کنند گفتند حالا نیروهای افغان توانایی تأمین امنیت را دریافتند. در این حال آنها تاکید می کنند در چند نیروهای افغان هنوزم با چالش‌های متعدد مواجه هستند، اما آنها تلاش دارند تا به این چالش‌ها رسیدگی جدی صورت گیرد. با آن که 10 سال می شود نیروهای بین المللی برای تقویت نیروهای افغان پرداخته است، اما با آن هم نیروهای افغان بعد که انتظار می رفت تقویت و تجهیز نشدند. محمد ایوب سالنگی فرمانده عمومی شهر کابل می گوید که همکنون پلیس کابل با چالش های متعدد مواجه هستند، شمار زیادی از ماموران پلیس سواد کامل ندارند و این امر سبب شده است تا پلیس کشور با چالش ها مواجه شود. در کار و اجراعات پلیس کابل هنوز هم نواقص و کمبودی های جدی وجود دارد. تعداد قابل ملاحظه سربازان پلیس مرکز ما هنوز هم از نعمت سواد بهره‌مند نیستند. تعلیم و تربیه لازم نظامی و مسلکی ندیده و هنوز به حدی نرسیدند که تمام موازین، قواعد و مقررات وظیفه‌ای پلیس را طرز برخورد سالم، رویه پیش آمد و سلوک نیک با مردم و اساسات حقوق بشر را کاملا رعایت کرده بتوانند. در همین حال این مسئولان امنیتی از عملکرد اخیری که در برابر گروه‌های مخالفان از خود نشان دادند تقدیر کرده میگویند که نیروهای امنیتی افغان برای جهانیان و گروه‌های مخالف مسلح دولت ثابت ساخته است که این نیروها توانایی تامین امنیت را پس از خروج نیروهای خارجی از کشور دارد. در سال 2014 که مستقیما مسئولیت‌های امنیتی به دوش نیروهای امنیتی افغانستان گذاشته میشه، نیروهای امنیتی شما و برادرای شما و خدمتگزارای مردم افغانستان از این مسئولیت باید موفقانه به در آیند. نیروهای امنیتی شما من جمله پلیس ملی چنانچه تاکنون نشان دادند به همت، غرور و سربلندی در مقابل توطئه‌ها و دسایس دشمن استادگی کرده با دشمنان وطن و مردم افغانستان اجازه نخواهند داد اهداف خرابکارانه و خائنانه ایشان را به مقصد تضعیف دولت اسلامی افغانستان و تحت سوال قرار دادن نیروهای امنیتی آن انجام می شود تطبیق نمایند. از سوی همانها تاکید دارند که گروه‌های مخالف مسلح دولت توانایی برخورد روبرو با نیروهای افغان را ندارد و تلاش دارند تا در صفوف نیروهای امنیتی کشور نفوذ کنند. از سوی هم شماری از سربازانی که در عملات اخیر از خود شهامت نشان دادند و شماری از آنها زخم برداشتند مورد تقدیر مسئولان امنیتی قرار گرفتند. ما در آستانه انتقال مسئولیت‌های امنیتی قرار داریم. 2. ما در آستانه برگزاری کنفرانس شیکاگو قرار داریم. 3. ما در آستانه تجلیل از جهاد مردم افغانستان در 8 ثور قرار داریم.
و ما در آستانه امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا قرار داریم. با در نظر داشتی این روشنایی هایی که در پیش روی مردم افغانستان و در پیش روی نیروهای امنیتی افغانستان است، دشمنای مردم افغانستان مزورانه تلاش میکنند که باز هم در صفوف اردوی ملی و در پلیس ملی و در صفوف مردم افغانستان رخنه وارد کنند. یک بار دیگر اعتبار نیروهای امنیتی در نزد مردم کاهش بدن. گفتنی است حملاتی که چند پیش در نقاط مختلف شهر کابل از سوی شمار هراس افغانان راه اندازی شده بود، حدود 18 ساعت درگیری میان نیروهای امنیتی و آنان ادامه داشت و با تلفات نسبتا کم غیر نظامیان پایان یافت. بیش از 8 نظامی امریکا در سالهای 2010 و 2011 میلادی به دلیل استفاده از مواد مخدر جان دادند. گزارش تازه خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است سربازان امریکایی مواد مخدر را یا از بسته‌های ادویه سرقت می‌کنند و یا هم از سربازان اردو و یا پلیس افغانستان خریداری می‌کنند. مقام‌ها در وزارت امور داخله در واکنش با این گفتند که قاچاق مواد مخدر از سوی سربازان پلیس ملی به هیچ صورت قابل قبول نیست. از سوی هم خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است که معلومات در مورد استفاده نظامیان امریکایی از مواد مخدر از سوی بخش‌های جنایی ارتش آمریکا در اختیار آنان قرار گرفته است. مقام‌های آمریکایی میگویند آزمایش‌های سی نظامیان این کشور در افغانستان بخش از تدابیر است که آنان در زمینه جلوگیری از استفاده مواد مخدر روی دست دارند.